خط موازی جنگ در افغانستان و مذاکره در تاجیکستان، احمد مسعود با نمایندگان طالبان ممکن در آینده نزدیک در دوشنبه دیدار کنند. کشتار مخالفان زیر نام داعشیان. طالبان بیش از 100 تن را به نام داعشی کشته و جسدهایشان را به دریا انداختند. زندگی پنهان از ترس اخراج از کشور میزبان. شمار زیادی از پناهجویان افغان در ترکیه از ترس اخراج از خانه‌هایشان بیرون نمی‌شوند. از پیام دوستانه ملا هیبت الله تا دست رد خصمانه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا موقف افغانستان به حیث متحد غیر ناتوی واشنگتن را لغو می‌کند و سرانجام اتهام دروغگویی بر یک نخست وزیر بوریس جانسون استعفا داد. با درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. خبرگزاری اسپوتنیک تاجیکستان گزارش داده که جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود مصمم به برگزاری نشستی در تاجیکستان با حضور داشت نمایندگان طالبان است. هرچند تاریخ دقیق برگزاری این نشست مشخص نشده، اما گفته شده که نمایندگان احزاب سیاسی، روشنفکران و چهره‌های سرشناس که در حدود 50 نفر میشوند در این نشست حضور خواهند داشت. اسپوتنیک به نقل از منابعش در جبهه مقاومت ملی افزوده که هدف این نشست پیدا کردن راه حل سیاسی و بحران موجود افغانستان و تشکیل حکومت همشمول با حضور داشته همه گروه‌های سیاسی در این کشور می باشد. با این حال سفارت افغانستان در تاجیکستان در گفتگو با رسانه‌ها از برگزاری این نشست اظهار بیخبری کرده و وزارت خارجه تاجیکستان نیز گفته که این موضوع را تایید و یا رد نمی کند. خبر نشست احمد مسعود بعد از دیدار پوتین از تاجیکستان منتشر می شود. دیداری که ولادیمیر پوتین باری دیگر بر ایجاد حکومت همشمول با حضور داشته همه اقوام افغانستان تاکید کرد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که طالبان حکومتشان را تک قومی نمی دانند، اما آگاهان ساختار حکومت طالبان را تک قومی و برآیند ادامه وضع موجود را جنگ داخلی می دانند. سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که جنگجویان طالبان به طور خودسرانه دست به کشتار و ناپدید کردن افراد و ضمن ارتباط با داعش زدند. بر اساس گزارش این سازمان، باشندگان کنر و ننگرهار جسدهای بیش از 100 تن را از کانال‌های آب و جاهای دیگر بعد از به قدرت رسیدن طالبان دریافتند. دیدبان حقوق بشر افزوده است که طالبان با راه اندازی عملیات جستجوی توهین آمیز از جمله حمله های شبانه را علیه ساکنانی که آنها را متهم به پناه دادن یا حمایت از اعضای گروه داعش شاخه خراسان می‌دانند انجام دادند. در گزارش ذکر شده است که در جریان این حمله ها جنگجویان طالبان تعدادی از افراد را مورد ضرب و شتم قرار و تعدادی را به اتهام ارتباط با داعش بازداشت و بدون طی کردن مراحل قانونی تعداد نامعلومی از آنها را با شلیک گلولک کشته، اعدام کرده و یا هم سر بریدند. پاتریشیا گاسمن، معاون مدیر بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر گفته است که آنان جسدهای بیش از 100 تن را در نتیجه بررسی و تخلیه یک کانال آب در ننگرهار بین اگوست 2021 تا اپریل 2022 دریافتند. او اضافه کرده است که به نظر میرسد مقام‌های طالبان صلاحیت بازداشت، ناپدید کردن و کشتن افراد و اصطلاح جنگ طلب را به جنگجویانشان دادند. کارمندان صحی در ننگرهار گفتند بین آگوست تا دسامبر جسدهای 118 تن را در سراسر این ولایت پیدا کردند. این سازمان به نقل از بعضی رسانه‌ها گزارش داده است که یک تن از اعضای طالبان گفته است که آنان با راه اندازی عملیات شبانه هر جا که افراد داعش را پیدا کنند به قتل میرسانند. دیدبان حقوق بشر پیش از این اعدام ها و ناپدید شدن های اجباری نیروهای امنیتی دولتی پیشین را مستند کرده بود. این سازمان حقوق بشری میگوید که اعضای مظنون داعش
به دلیل جرایم جنایی بازداشت میشوند باید به طور فوری به دادگاه آورده شوند. به گونه مناسب اتهام وارد شود، امکان دسترسی به بستگان و وکیل قانونی فراهم شود و مطابق با معیارهای بین المللی دادرسی عادلانه و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. در آخرین مورد، طالبان شب گذشته در ساحه 215 خیرخانه در کابل درگیری داشتند و پس از چند ساعت جنگ اعلام کردند که در آن منطقه چند عضو گروه داعش حضور داشت و از سوی جنگجویان طالب کشته شدند. اخراج پناهجویان افغان از ترکیه در چند ماه گذشته افزایش یافته است. به گزارش رسانه‌های محلی ترکیه، این کشور در اواخر ماه جون یک گروه 136 تن از پناهجویان افغان را به افغانستان اخراج کرد. در همین حال پناهجویان افغان در ترکیه میگویند که از ترس بازداشت توسط پلیس و اخراج آنها به افغانستان خانه و محل کار خود را ترک نمی‌کنند. افزایش اخراج مهاجران افغان از ترکیه بسیاری از پناهجویان را نگران کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، این کشور هر هفته بیش از 100 مهاجر افغان را با پروازهای چارتر به افغانستان باز می‌گرداند. ارقام سازمان بین المللی مهاجرت نشان می‌دهد که در 4 ماه اول پس از به قدرت رسیدن طالبان، نزدیک به 840,000 افغان بدون سند به کشورهای دیگر فرار کردند. بسیاری از این افغان‌ها در معرض تهدید طالبان قرار دارند. برخی دیگر از فقر و بیکاری رنج میبرند یا نمیخواهند در جامعه زندگی کنند که مردم از آزادی‌های مدنی و انسانی خود محروم باشند. پیش از این خبرگزاری دولتی آنادولوی ترکیه گزارش داده بود که از ابتدای سال جاری تا اکنون بیش از 37,000 پناهجو از ترکیه اخراج شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 89% افزایش داشته است. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت و مقامات ترکیه، در 6 ماه گذشته بیش از 18,000 پناهجوی افغان با 79 پرواز چارتر به کابل منتقل شدند. اینی هم دیپورتی امروز 180 نفر دیگه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا طی نامه به رهبران مجلس نمایندگان و سنای این کشور گفته است که قصد دارد موقف افغانستان به حیث متحد اصلی غیر ناتوی آمریکا را لغو کند. قصر سفید در این نامه که امروز پنجشنبه 16 سرطان به کنگره فرستاده به نقل از رئیس جمهور بایدن نوشته است: میخواهم در مورد قصدم برای لغو کردن موقف افغانستان به حیث متحد اصلی غیر ناتو به شما آگاهی دهم. طالبان ساعت پس از منتشر شدن این خبر واکنش نشان داده و گفتند که هیچ تشویشی بابت این موضوع ندارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییت نگاشته امارت اسلامی افغانستان از آن اقدام آمریکا کدام تشویش ندارد که گفته است عنوان متحد اصلی غیر عضویت ناتو را از افغانستان پس میگیرد و نه هم این عنوان به افغانستان کدام منفیتی داشت. او افزوده در 20 سال گذشته افغانها از امین ناحیه متضرر شدند و کدام خاطره خوبی از آن ندارند. البته در بخش‌های دیپلماتیک و تجارتی خواهان روابط خوب، مثبت و قابل اعتماد با کشورها هستیم. آمریکا در سال 2012 افغانستان را به عنوان متحد اصلی غیر ناتوی خیش اعلام کرد و زمینه را برای کابل و واشنگتن مساعد ساخت تا روابط اقتصادی و دفاعی خیش را حفظ کنند. بر اساس معلومات وزارت خارجه ایالات متحده، با لغو این موقف افغانستان، آمریکا پس از این 18 متحد اصلی غیر ناتو خواهد داشت که شامل آرژانتین، استرالیا، بحرین، برزیل، کلمبیا، مصر، اسرائیل، ژاپن، اردن، کویت، مراکش، نیوزلند، پاکستان، فیلیپین، قطر، کوریای جنوبی، تایلند و تونس می شود. این در حالی است که آمریکا پس از حدود 20 سال جنگ در افغانستان که در آن 2461 نظامی آمریکایی کشته و بیش از 20,000 نظامی دیگر زخمی شدند، سال گذشته از این کشور خارج شد. با وجود آنکه این کشور دیگر در افغانستان حضور نظامی ندارد، اما در جریان یک سال گذشته
774 میلیون دلار کمک‌های بشری به این کشور فراهم کرده است. این تصمیم آمریکا در حال اتخاذ می شود که طالبان پس از 20 سال در آگوست سال 2021 قدرت را به دست گرفتند. بوریس جانسون، یکی از پرحاشیه ترین نخست وزیران بریتانیا، از سمتش استعفا داد. سرانجام پس از ماه‌ها اعتراض و درخواست درون پارلمانی برای کناره‌گیری، بوریس جانسون استعفا داد. پیش از این بیش از 50 مقام دولت در 2 روز گذشته استعفا داده و گفته بودند که دیگر حاضر نیستند به رهبری جانسون به کار ادامه دهند. محافظه‌کاران اکنون باید رهبر جدیدی را انتخاب کنند، روندی که ممکن است حدود 2 ماه طول بکشد. بوریس جانسون تا انتخاب رهبری جدید برای حزب محافظه‌کار به کارش در سمت نخست وزیری این کشور ادامه خواهد داد. جانسون تقریباً 3 سال پیش به قدرت رسید. او قول داده بود که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به ارمغان بیاورد و این کشور را از کشمکش تلخی که بعد از همه پرسی 2016 برگزیت دامنش را گرفته بود رهایی بخشد. پس از افشا شدن برگزاری محفلی در جریان قرنطینه کرونا در دفتر نخست وزیری از سوی حلقه کاری جانسون، نظرسنجی‌های اخیر نشان داده بود که او دیگر محبوبیتی در بین مردم ندارد.